در مورد قضیه فلسطین من این رو خدمت شما عزیزان نشون بدم در اینجا تا بعضی کسایی که شبهاتی دارن که ایران کمک میکنه به حماس، ایران فلان هست، این است، دوستان این صفحه رو نشون بدن. این آقا دبیر کل حزب الله ایران است، سید محمد باقر خرازی. اینم شبکه رسمی در اونجاست، یعنی جای مجهولی هم نیست. در طی مصاحبه‌ای که داشته فقط این نکتهشو اینجا خوب دوستان زوم بکنن روش ببینید. وی افزود این همه از سازمان‌های آزادی بخش حمایت کردیم، اما چه نتیجه‌ای برای ما داشته است؟ اگه به فلسطین کمک می‌کنیم باید بدانیم فلسطین باید در طریق اهل بیت باشد و اگر در طریق اهل بیت نباشد چه فرقی با اسرائیل می‌کند؟ تا چه وقت سفره ملت ایران پهن باشد و ملت ایران گرسنه باشند؟ پس به خاطر خدا به فلسطین کمک نمی‌کنند. هدفشان از کمک به فلسطین چی است؟ که مردم فلسطین رو شیعه بکنن و این اعتراف رسمی ایشان هست. اما از نگاه مذهبی اگر بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، من خدمت شما عزیزان بعضی از کتب اینها رو نشون بدم، دوستان نشون بدن. البرهان فی تفسیر القرآن از هاشم بهرانی، از علمای معروف شیعه است، جلد 4 حدیث 25 صفحه 522، جلد 15. از امام جعفر صادق میگه که روایت هست که سألته، کسی میپرسه، سألته عن المساجد التي لها فضل، میگه پرسم در مورد مساجدی که مساجد افضل هستند. فقال المسجد الحرام و مسجد الرسول، مسجد الحرام و مسجد رسول مساجد مهم هستند. قلت و المسجد الاقصى، مسجد الاقصى چطور؟ جعلت فدایت شام. قلت فقال ذاك في السماء، این مسجد در آسمان است. الیه اسری به رسول الله صلی الله علیه و سلم، این مسجد الاقصی که میگن در آسمان است، در زمین نیست، اونجاست که پیامبر رفت. فقلت ان الناس یقولون انه به بیت المقدس، مردم میگن که در بیت المقدس است، یعنی در فلسطین است. فقال، گفت مسجد الکوفه افضل منه، مسجد کوفه از آن افضل تر است. از نگاه دینی شیعیان اعتقادی به مسجد الاقصی ندارن، بیت المقدس براشون اصلا مقدس نیست. این یک واقعیت است، این حقیقت دین است. مثلا حالا این کتاب الخصال رو خدمت شما بیارم، ابن بابوی قمی، عین همین چیز. میگه که 3 مسجد است که در نزد مسلمان ها مقدس است: مسجد الحرام، مسجد رسول الله و مسجد الکوفه. فقط مسجد الاقصی هیچ گونه تقدسی در نزد آنها ندارد. تشکر میکنم از دوستان. در کتاب اصول کافی هم، این اصول کافی صحیح‌ترین کتابشان بعد از قرآن، اینجا هم در کتاب الحجه صفحه 293 از اینکه مسجد الاقصی در اونجا باشه انکار صورت گرفته. تشکر میکنم از دوستان. در کتاب فروع کافی هم هست این مطلب. در کتاب الوافی، این کتاب الوافی است از فیض کاشانی. در اینجا
در مورد فضیلت قبر امام حسین میگه که کسی که قبر امام حسین رو زیارت بکنه مانند این است که هزار حج کرده باشه به همراه امام زمان و هزار حج کرده باشه به همراه رسول الله و هزار برده رو آزاد کرده باشه و هزار مجاهد رو فی سبیل الله آماده کرده باشه و دروغ‌های دیگر. ببینید که نظرشون در مورد مسجد الاقصی چی است و در مورد قبر امام حسین چی میگن. تشکر میکنم از دوستان. در بهارالانوار هم اینجا مطالبی هست در مورد این کتاب بهارالانوار هست، جلد 9. دوستان عزیز ببینن صفحه 499 حدیث 91 از امام جعفر صادق پرسیده شد که مساجدی که فضل دارد، برتری دارد کدام است؟ گفت که مسجد الحرام، مسجد رسول. میگه پرسیدم خیلی مسجد الاقصی چطور میشه؟ گفت که این مسجد الاقصی که هست در آسمان هست، در زمین نیست، پیامبر به اونجا رفته بود. میگه فقلت این الناس یقولون به بیت المقدس، مردم میگن که در بیت المقدس است. فقال مسجد کوفه افضل منه، یعنی این مسجد بیت المقدس که است این ارزشی نداره، مسجد کوفه از او بالاتر است. تشکر میکنم از دوستان. این اعتقادات اینها است که من همین مطلب در تفسیر صافی، تفسیر عیاشی، تفسیر بیان السعاده، تفسیر نور الثقلین، علل الشرایع، من لا یحذر الفقیه، وسایل شیعه، در همه این کتاب ها این مطلب به این شکل در اونجا ذکر شده که مسجد اقصی هیچ گونه ارزشی در نزد شیعیان ندارد. بله، حتی در کتاب این کتاب رو خدمت شما عزیزان نشون بدم، وسایل شیعه، دوستان اگر نشون بدن، از حر عاملی. در اینجا یک بابی زده، باب 46 صفحه 361 در مورد مستحب بودن اقامت در مسجد کوفه و نماز در آن و برتری دادن آن و زیارت مسجد الاقصی. بابی زده در این کتاب که مسجد کوفه افضلتر از مسجد اقصی در فلسطین می باشد. اینا اعتقادی ندارن، فقط از قضیه فلسطین میخوان یک استفاده دینی و سیاسی برای خودشون بکنن و این عادت آخوندها همیشه بوده، سوء استفاده از قضایای امت اسلامی به نفع خواسته های شیطانی خودشان. اینجا این تفسیر صافی است از فیض کاشانی. دوستان عزیز اگر این رو نشون بدن، در صفحه 115 در تفسیر سوره اسراء، در اینجا این مطلب رو سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله، در اینجا روایتی رو میاره که قمی، صاحب تفسیر قمی استاد کلینی، از امام باقر روایت کرده که کان جالسا در فی المسجد الحرام، نشسته بود در مسجد الحرام، فنظر الی السماء مره و الی الکعبه مره، با آسمان نگاه کرد و به کعبه نگاه کرد. فقال، بعد از اون گفت سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی و کرر ذلك 3 3 بار این آیه را خواند. ثم التفت الى اسماعیل الجوفی، به طرف اسماعیل الجوفی نگاه کرد. فقال ای شیء یقولون اهل العراق فی هذه الآیه، اهل عراق در مورد این آیه چی میگویند؟ یا عراقی، ای عراقی. قال یقولون اسری من مسجد الحرام الى بیت المقدس،
که پیامبر از مسجد الحرام به بیت المقدس برده شد. فقال لیس کما یقولون ولكنه اسری من هذه الى هذه و اشار بیده الى السماء و قال ما بینهما حرم. یعنی میگه که امام محمد باقر گفت که آنچه که مردم میگویند که پیامبر از مسجد الحرام به مسجد الاقصی اسرا و معراج بوده، این درست نیست، بلکه از کعبه به آسمان، یعنی مسجد الاقصی که در آسمان است. پس دین اینها اصلا اعتقادی به مسجد الاقصی نداره. این همه سر و صدا و شعار دادن و اینها همش به خاطر مسائل سیاسی و سوء استفاده از احساسات مسلمانان جهان هست تا که این دین ساخته و پرداخته خودشون و عبدالله ابن سبع رو در بین مردم منتشر بکنن و هدف اساسیشون هم ایجاد فتنه است. در هر جایی که اینها قدم نجسشون رو بگذارن، در اونجا در بین مسلمان ها جنگ های مذهبی و فرقه‌ای رو ایجاد میکنن و همیشه در کنار دشمنان اسلام بر علیه مسلمان ها توطئه میکنن و این یک واقعیت تاریخی است که همه ما در تاریخ اسلام اگر شما برید مطالعه بکنید این واقعیت رو میتونید درک بکنید که اینها همیشه خنجری بودن در پشت امت اسلامی.